لطفاً به ما بگویید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 10 شب آخر ماه رمضان چگونه در عبادت جد و جهد داشتند؟ طوری که قبلا ذکر کردیم و در این باره چنانه که در صحیح بخاری در جلد 3 کتاب اعتکاف در حدیث 2024 آمده است که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم در 10 روز آخر ماه رمضان کمربند خود را سخت می‌بستند و در دوام 10 شب آخر ایشان به نماز قیام و اعضای خانواده اشان را بیدار کرده با جد و جهد در عبادت مشغول می‌شدند. نخست این که پیامبر صلی الله علیه و سلم کمر می‌بستند، یعنی بیشتر سعی و تلاش می‌کردند. بعداً با همسرانشان همبستری نمی‌کردند، زیرا 10 شب آخر را در تنهایی در اعتکاف سپری می‌کردند و یکی از شرط‌های خلوت نداشتن نزدیکی با همسران است که در قرآن در سوره بقره آیت 187 ذکر شده است. گذشته از این ایشان در 10 شب آخر ماه رمضان بیشتر شب را در نمازهای شب سپری می‌کردند. پیامبر ادای زیادی نماز شب یعنی قیام شب در نزد الله را دوست می‌داشتند. در دوام تمام شب ایستادن در نماز منع است. این در آن حال است که اگر ما عملهای روزمره امان را گوییم در تمام سال. ولی اگر این 10 شب آخر ماه رمضان باشد، شما می توانید بیشتر و حتی تمام شب را قیام کنید. در این حالت ممنوع نیست. باز در حدیث می بینیم که ایشان اهل خانواده اشان را از خواب بیدار می کردند تا همسرانشان نیز به الله دعا کنند و شب قدر را از دست ندهند. بر ضمن این ایشان دیگر نماد عبادت ها را نیز بیشتر انجام میدادند. بسیارتر نماز می‌خواندند، بسیارتر دعا می‌کردند، بسیارتر ذکر کرده کوشش نزدیک شدن به الله را می‌کردند در این 10 شب آخر.